فصل اول. سلام مخصوص. تا تلویزیون رو روشن میکنم دایی از بابا میپرسد خب نگفتی کار ضروری چی بود؟ توی انعکاس شیشه تلویزیون میبینم که مامان به او اشاره میکند که جلوی من نمیتوانند حرف بزنند. بابا در جواب دایی میگوید هیچی، گفتم بیای فوتبال با هم ببینیم. حالا مامان هم به جمع ما اضافه می شود. ظاهراً همه این چیزها برای این است که من موضوع آتنا را فراموش کنم. هر سه با اینکه علاقه چندانی به فوتبال ندارند، اما به خاطر من الکی خودشان را مشتاق تماشای فوتبال نشان می دهند. مامان به قول خودش از فوتبال فقط دو تیم، بارسلون و آرسلون را می شناسد. دایی هنوز فکر می کند رونالدو و رونالدینیو و کریستیان رونالدو همه یک نفر هستند. بابا هم تنها فوتبالیستی که میشناسد علی دایی است، به خصوص به خاطر گل‌هایی که توی جام جهانی زده. البته همان اسم علی دایی هم به این خاطر در ذهنش مانده چون یک پسر دایی دارد به اسم علی و به او علی دایی میگوید. با این همه موقع بازی استقلال و پرسپولیس همه موقتا حسابی فوتبالی میشوند. مامان وقتی میبیند من طرفدار پرسپولیسم، او هم پرسپولیسی میشود. بابا هم تازه یادش آمده موقع جوانی طرفدار پرسپولیس بوده که آن موقعها اسمش تاج بوده. مامان و دایی هم نظر اشتباه او را تایید میکنند. دایی هم موقتا طرفدار استقلال میشود. پرسپولیس که میبازد مامان دستی به سرم میکشد و میگوید حامد جان اشکالی نداره، چیزی که زیاده تیم خوبه. تازه به قول حسین پناهی هر شکست مقدمه پیروزیه. بابا آنقدر در نقش خود فرو رفته که آن را باور کرده و حالا حتی از خود بازیکنهای پرسپولیس هم بیشتر ناراحت است. فکر کنم الان من باید به او دلداری بدهم. شاید اگر دایی ادعا نمی‌کرد استقلالی است، اوضاع اینطوری نمی‌شد. دایی با احساس گناه و شرم ترجیح می‌دهد کاش استقلال می‌باخت. برای همین برای دلداری به بابا میگوید تیمتون خوب بازی کرد ولی به نظرم تعویضای ایوانکو اشتباه بود. بابا جوری به او نگاه میکند که فکر کنم الان است که دایی مجبور شود آهنگ نجاتش را بخواند و برود. بابا یک پرتقال به دایی تعارف میکند و ترجمه آن این است که بهتر از میوه بخوری تا نظر بدهی. پرتقال اهدایی چنان خشک است که انگار از همان لحظه‌ای که روی درخت بوده تمام آبش مستقیما به جای تبخیر تسعید شده. دایی با اینکه میل ندارد از شرمندگی آن را میخورد. بابا با بی‌حوصلگی کانال‌های تلویزیون را بالا و پایین می‌کند. دایی مثل مسخ شده ها به صفحه تلویزیون چشم دوخته و انگار با عوض شدن هر کانال با امیدواری یک کلمه کلیدی برای باز شدن سر صحبت به ذهنش میرسد. اما سرعت عمل بابا در عوض کردن کانال قدرت مانور او را گرفته. بابا همین که به شبکه خبر و پخش خبر ورزشی میرسد فوراً کانال را عوض میکند تا مبادا صحنه‌های گل خوردن پرسپولیس را نشان دهد و با عوض کردن کانال میگوید تلویزیونم هیچی نداره. بعد هم گیرنده را عوض میکند و باز میگوید این لامصبام هیچی ندارن. مامان که میبیند از بابا و دایی دیالوگ آنچنانی در نمیآید میگوید من نمیدونم استقلال و آزادی ببرن یا ببازن به شما دوتا چه ربطی داره؟ به حسابتون پول واریز میکنن؟ به جای فوتبال از چیزای دیگه حرف بزنید. چه میدونم مثلا از سیاست. البته سیاست داخلی نباشه که باز دعواتون میشه. بابا چشمکی به دایی میزند و راجع به سیاست خارجی سوالی از دایی میپرسد. راستی بعد از قذافی بادیگارداش چی شدن؟ مامان که ظاهراً از این سوال سیاسی بابا خوشش نیامده فوراً خودش سیاسی ترین سوال رو از دایی میپرسد. راستی حالا کدوم تیم واقعاً حقش بود ببره؟ فکر کنم بهتر از جمعشان بروند تا بهتر بتوانند راجع به من حرف بزنن. نگران منند بابا و مامان عزیز. نیم ساعت بعد بابا میآید کنارم، سرم رو میبوسد و میگوید پاشو داییت میخواد باهات حرف بزنه. بلند میشوم و میروم. دایی با گفتن یک جمله دزدی شروع میکند. حامد جان به نظرم هر شکست مقدمه پیروزیه. من که شکستی نخوردم دایی جان. تو الان جوونی، گرمی حالیت نیست. باشه تو اصلا پیروز. اصلا این تیم تو بود که برد.
ظاهراً دایی کمی اشتباه توجیه شده و بابا با اشاره چشم و ابرو به او توضیح میداد که قرار بوده به من راجع به شکست عشقی مشاوره بدهد. دایی سری تکان میداد که یعنی خودم خدای روانشناسی و ارتباط با نسل جوانم و دوباره شروع میکند. متاسفانه این جوانا تا یکی بهشون نگاه میکنه فوری عاشق میشن. نشد که نشد فدی سرت. من الان میدونم به عنوان یک جوون عزب چی داری میکشی. برای همین حالا که نشده روزی حداقل 3 ساعت ورزش کن که تخلیه بشی. با لبخند میگویم ول کنیم بابا، من که عاشق نبودم. بابا هم میگوید پسر جان، مریض آخرین نفریه که خودش میفهمه مریضه. آدم عاشقم همینطور. حالا بعدم بهت سلام مخصوص میدم. لبخندی میزنم و میروم. دوباره با پایان نامه مشغول میشم، اما هنوز حوصله‌اش رو ندارم. نمیدونم بابت تماس تلفنی با خانواده آتنا بوده یا حجم کارهایم و یا باخت پرسپولیس. شاید هم مثل کارهای آماری ناشی از اثر متقابل همه آنها بوده. الکی صفحاتش را بالا و پایین میکنم، اما حس کار کردن نیست. چشمم به گوشی میافتد و فکری به ذهنم میرسد. بلند میشوم. از گوشی مامان شماره آتنا را به سختی پیدا میکنم، چون به اسم عروس جونم ذخیره کرده. ماجرا را تلگرامی برای آتنا توضیح میدم و اینکه اگر هفته پیش دنبال کیفش دویدم دلیل خاصی نداشته و اگر هم مادرم با خانواده آنها حرفی زده حمله بر بی‌ظرفیتی من نشود. الان هم آنقدر درگیر پایان نامه هستم که نمیخواهم حاشیه‌ای به وجود بیاید و نه کسی راجع به من فکری بکند. بعد از چند دقیقه جواب میآید کسی راجع به شما فکر بدی نکرد. این جمله را چند بار میخوانم، به فکر فرو میروم. میخوانم و به فکر فرو میروم. موزیک ملایمی میگذارم و باز هم به فکر فرو میروم. کمی به رو خیره میشوم و بعد از چند ثانیه که به خودم میایم میبینم بابا از همان دور دستش را روی سینه گذاشته و تعظیم کرده تا به من سلام مخصوص بدهد. شل زرد. آقای عطاری و توبا خانم برای افطاری آمدند خانه ما. مامان برای اینکه پوز بدهد میگوید مقاله حامد از یه مجله خارجی پذیرش گرفته. آقای عطاری که با بیرحمی هرچه تمامتر مشغول انتقام از لحظات گرسنگیش است با دهان پر میگوید که نمیدانم دارد میگوید تبریک یا تدیک. توبا خانم در حالی که بدون توجه به بقیه برای بار سوم بی محابا شل زرد میکشد به من میگوید خب حامد جان حالا چی میشه؟ میگویم خب یعنی میتونم از پایان نامم دفاع کنم. خب بعدش چی؟ این بعدش چی همان دغدغه اصلی من است. میگویم احتمالاً دکترا بخونم. بعدش چیه؟ بعدی را همه دست جمعی به من میگویند. برای اینکه بحث رو تمام کنم همه جوابهای احتمالی را با هم میدهم. بعدش میرم خدمت. بعدش هم دنبال شغل میگردم. آقای عطاری میگوید خب حامد جان پس ازدواج چی؟ میدونی که مردا به یه سنی که میرسن باید هم خودشونو بدبخت کنن هم یه نفر دیگر رو. بابا میگوید اتفاقا به اصرار خود حامد میخواستیم برای یه موردی بریم حرف بزنیم که نشد. آقای عطاری میگوید حالا این قدم زود نه. بعدم یک دیالوگ از اصغر فرهادی میدزدد و میگوید این عاشق شد و نمیفهمه با جیب خالی نمیشه زندگی کرد. شما که میفهمین چرا میخواستیم بریم با اونا حرف بزنیم؟ بابا میگوید ولی معلوم بود طرف وضعش خوبه. تو کی رفتی تحقیق کردی؟ همچین فوری به ما نگفتن که وقت نشو برم تحقیق کنم. عجله کردی؟ صبر میکردی جواب مثبت بدن اینا برن خونه بخت بعدن تحقیق کنی. حالا چجوری فهمیدی وضعشون خوبه؟ بابا میگوید راستش وقتی کیف دختره رو از سارق پس گرفتم دیدم تو کیفش پر از تراوله. آقای عطاری به من میگوید بابات راست میگه. از قدیم گفتن کیف پولو ببین دختر رو بگیر.
یعنی شما همینجوری میخواستین حامد رو بدبخت کنین؟ مشکل این پسر مگه کیف پوله؟ بابا چشمکی به آقای عطاری میزند و میگوید پس چیه؟ بابا و آقای عطاری یک دفعه میزنن زیر خنده. مامان برای عوض کردن بحث میگوید حامد جان، هر وقت خواستی ازدواج کنی برای انتخاب همسر حتما توبا جان رو به عنوان استاد مشاور انتخاب کن. تو آرایشگاهش همه جور آدمی میاد، همه رو میشناسه. آقای عطاری دوباره با خنده چیزی در گوشه بابا میگوید و میخندند. من هم ناخودآگاه میخندم. توبا خانم به آقای عطاری چشم قره میرود، اما مامان به من گیر میدهد. تو چرا خندیدی؟ باور کن اصلا نفهمیدم چی گفتن، همینطوری خندیدم. مثل پایان نامه هایی که مطلبشان را از یک پایان نامه کپی پیست شده دیگر سرقت می کنند. مامان هم یک جمله مسروقه از آقای عطاری می دزدد و به بابا می گوید حامد نمیفهمه چرا میخنده، تو که فهمیدی چرا خندیدی؟ بابا به زور خندش رو میخورد و بعد از چند لحظه به آقای عطاری میگوید اتفاقا طرفای شما میشستن. مامان اسم و فامیل خانواده آتنا را به توبا خانم میگوید، اما توبا خانم آنها را نمیشناسد. آقای عطاری میگوید خب همین که توبا نمیشناسه یعنی از اینایی نیست که هفته 2 بار میرن آرایشگاه و دختر خوبیه. توبا خانم در حالی که باز هم شعله زرد میکشد میخواهد چیزی بگوید که آقای عطاری یک حمله رو به جلو میکند و میگوید توبا جان، هر چی میخوای بهم بگو، ولی برای ما هم شعله زرد نگه دار. مامان عکس پروفایل تلگرام آتنا را به توبا خانم نشان میداد و توبا خانم با دیدن عکس آتنا یک دفعه با تعجب میگوید این؟ کابوس. توبا خانم در حالی که آخرین بقایای شعله زرد را هم توی بشقابش میکشید یادش آمد قبلا آرایشگر عروسی آتنا بوده و اضافه کرد که البته ظاهرا عروسیش چند ماه بیشتر دوام نداشته. خوشبختانه از آن روز به بعد بحث ازدواج در خانه ما موقتا مختومه شده و من هم برای پرهیز از هر حاشیه‌ای ترجیحاً به کوب روی پایان نامه کار میکنم. هرچه به روزهای دفاع از پایان نامه‌ام نزدیک میشوم استرسم بیشتر میشود. خیلی از شبها هم خواب اعصاب خرد کن و کابوسی راجع به جلسه دفاعم میبینم. مثلا چند شب پیش خواب دیدم وسط جلسه پایان نامه داعش حمله کرده. حتی یکی از آنها شمشیرش را زیر گلوی داییم گذاشته بود و میگفت اگر نگویی اعداد پایان نامت را از کجا آورده‌ای کارش را تمام میکنیم. با اینکه اعداد پایان نامه هم اصلاً چیز محرمانه و مهمی نبود، اما بابا داد میزد حامد بهشون نگو پر رو میشن. دیروز عصر هم خواب دیدم علیه پایان نامه من شعری سرودند و همه جا پخش شده. برای کم شدن استرسم به پیشنهاد مامان قرار شده مانور دفاع از پایان نامه را در خانه برگزار کنیم. بابا و مامان روی صندلی پشت اوپن نشستند و منتظرند من ارائه‌ام را شروع کنم. چون تاپ و شلوارک دارم میخواهم بروم لباس مرتب بپوشم، اما بابا میگوید ولش کن، همینجوری طبیعی تره. نمیدانم کجا ارائه پایان نامه با تاپ و شلوارک طبیعی تر است. کارم را شروع میکنم. هر دو با اینکه حواسشان به حرفای من نیست، اما ظاهراً به خاطر تجربه سالها زندگی مشترک خیلی خوب میتوانند ادای کسی را در بیاورند که دارد گوش میکند. صحبتم که به تجزیه و تحلیل آماری و اصطلاح انحراف معیار میرسد، بابا دستش رو بلند میکند تا سوالی بپرسد. به بابا میگویم سوالا تو بخش آخره، الان فقط باید گوش کنین. بابا میگوید بعداً ممکنه یادم بره. بعد هم بدون هیچ مقدمه‌ای میگوید راجع به اون انحراف که گفتی میدونی چی از پایان نامت واجب تره؟ ازدواج. آنقدر شوکه شدم که نمیتوانم چیزی بگویم. خود بابا در دفاع از نظریش میگوید حالا تو ادامه بده، ولی با این همه انحرافاتی که توی جامعه هست هر چه زودتر سر و سامون بگیری بهتره، وگرنه خودت میشه انحراف معیار. آب دهانم رو قورت میدهم و میگویم من الان آمادگیشو ندارم. بابا هم میگوید آمادگی نمیخواد که، اگه هی درس بخونی سن و سالت بگذره
بعدن حتی اگه همه امکاناتم داشته باشی ممکنه دیگه واقعا آمادگیشو نداشته باشی. بابا لبخندی میزند و مثل فیلم‌های فرهادی قضاوت راجع به معنای لبخند و نتیجه گیری از دیالوگش را بر عهده خود مخاطب میگذارد. چون نمیخواهم این بحث ادامه پیدا کند بلافاصله ادامه میدهم. دفاعم که تمام میشود مامان و بابا برایم دست میزنند. بعد از دفاع الکی انگار بار بزرگی را از روی دوشم برداشتند و برای اولین بار در این چند هفته با خیال راحت و در آرامش میروم بخوابم. این بار در خواب میبینم که به خوبی دارم دفاع میکنم، اما همین که به خودم میایم میبینم حتی همان تاپ و شلوارک رو هم ندارم. به جای برگ انجیر از برگهای آچار استفاده میکنم و دیگر رویم نمیشود از پشت تریبون بیرون بیایم. استاد راهنمایم میخواهد نمرم را اعلام کند، اما فقط میگوید مبارکه و آتنا در حالی که لباس عروس پوشیده همراه با توبا خانم وارد سالن میشوند. یک دفعه آقای عطاری به دیجی فسنگری تبدیل می شود. بابا و استاد راهنمایم به طور قرینه رقص گردن بابا کرم را روبروی هم اجرا می کنند. دایی برای جلب توجه از داربستا بالا می رود و آتنا در حالی که همراه با مهمان ها به طرف تریبون می آید با صدای بلند می گوید شله 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 شله. بخاری برقی و جایزه خوارزمی. وقتی به بابا گفتم قرار است چند از دانشجوهای دانشگاهمان خانه بغل دستی را اجاره کنند، به فکر فرو رفت و گفت میشناسیشون؟ آره، بچهای خوبی هن. خب اگه بچهای خوبی هن چرا تو همون خوابگاه نمیمونن؟ برای بابا توضیح دادم چون برای کنکور دکترا درس میخونن میخوان راحت باشن. گفتن جمله میخوان راحت باشن باعث شد بابا جوری به من نگاه کند که انگار مسئول گیت فرودگاه است و به او خبر دادم چند نفر با یک وانت پر از مواد منفجره وارد فرودگاه شدند. حتی با همان نگاه داشت مرا اسکم میکرد که یک وقت خودم هم کمربند انتحاری نداشته باشم. در حالی که انگار هورمون احساس مسئولیت از تمام اعضا و جوارحش ترشح میشد گفت اهل سیگار و این حرفا نیستن که. نه، فقط به اینترنت معتادن. بعد هم محض شوخی گفتم مورد داشتیم یه دانشجو انقدر کانکت شده که چشماش از حدقه در اومده و خود شبیه این ایموجی شده. بابا بدون اینکه به گوشی هم نگاه کند گفت از من به تو نصیحت، اگه بهترین دوستتم سیگار تعارف کرد نگیری که همون اولین سیگاره آدمو بدبخت میکنه. محض شوخی گفتم یعنی دومین سیگارو بگیرم اشکالی نداره؟ بابا از آن نگاه هایی که دکستر به قربانیانش میاندازد به من انداخت و یک دفعه چیزی گفت که پشتم لرزید. من باید مطمئن شم ببینم این دوستات مشکلی دارن یا نه، وگرنه فردا پس فردا خونهشون پاتوق میشه. با نگرانی پرسیدم چی کار میخواین کنیم بابا؟ بابا کمی فکر کرد و گفت نمیدونم. آها، به یه بهونه میرم خونهشون ببینم تو وسایلشون بخاری برقی هم دارن یا نه. خب اگه داشتن چی میشه؟ یعنی هر کی بخاری برقی داره معتاده؟ نه، باید ببینم همه سیمای بخاریشون سر جاشه یا نه. یعنی اگه بابا اصلا منتظر سوالم نماند و به بهانه خیر مقدم به دیدن دوستانم رفت. ظاهرا آنجا به بقیه سیگار تعارف کرده بود اما کسی از او نگرفته بود. یا خیلی بچهای خوبی هن یا خیلی خوب فیلم بازی میکنن. بابا این را گفت و مستقیما رفت طرف انباری و بعد از نیم ساعت با بخاری برقی کهنمان برگشت. با انبردست بعضی سیمهای آن را جدا و لق کرده بود و بخاری شبیه این شده بود که دندانهای یک پیرزن را ارتودنسی کرده باشند. بخاری نداشتن. منم میخوام به بهانه اینکه شاید سردشون بشه اینو بدم. اگه اینجوری قبولش کردن یعنی جواب آزمایش مثبته.
بابا جوری به نقشش افتخار کرد که انگار باید ایدهش را ثبت کند تا در جشنواره خوارزمی هم با آن شرکت کند. بابا چرا مال خودمون بعضی سیماش نیست؟ بابا جوابی نداد و رفت. وقتی برگشت گفت با اینکه بخاری نداشتن ولی هر چی اصرار کردم نمی گرفتن. بچه‌های خوبی هم. خودم بخاریو گذاشتم پیششون. چند روز بعد به سفارش بابا رفتم به بچه‌ها بگویم اگر چیزی لازم داشتند تعارف نکنند. بچه‌ها با دیدن من بلافاصله بخاری را پس دادند و بعد هم احساس کردم دارند مرا دست به سر می‌کنند. وقتی در را بستند شنیدم که یکی از آنها به بقیه میگفت پسر خوبی ها ولی بهتره باش نگردیم. آخه ظاهرا باباش بدجور معتاده. میترسم بعداً بیان اینجا رو پاتوق کنن. فضای مزاجی. بابا بزرگ را تازه از بیمارستان مرخص کردند و آوردند پیش ما. همه قوم و خویشا در خانه ما جمع شدند و به بهانه خبر گرفتن از بابا بزرگ دور همی راه انداختند. بابا بزرگ هر نیم ساعت آستینش را بالا میزند تا فشارش را بگیرند. آقا نعیم شوهر خاله‌ام عکس سونوگرافی بابا بزرگ را در دستش گرفته و بدون اینکه سر در بیاورد با دقت به آن نگاه می‌کند. بعد هم در حالی که لبخند ژوکندی روی لب‌هایش دارد با صدای آهسته‌ای از بابا می‌پرسد پروستاتش همینه؟ بابا هم بدون اینکه سر در بیاورد می‌گوید آره. حالا برو باش عکس یادگاری بگیر، زیرش بنویس من و پروستات پدر زنم همین الان یهویی. بابا که انگار از حرف خودش خوشش آمده در حالی که میخندد یواش به من میگوید این هم تو پایان نامت بنویس. آقا نعیم فشار بابا بزرگ را میگیرد. هر عددی که گزارش میشود همه فامیل به پزشک نامتخصص تبدیل میشوند. یکی میگوید پایین است و یکی میگوید بالا. حتی راجع به اینکه چی فشار را بالا و پایین میبرد اختلاف نظر است. من فوراً توی گوشی راجع به فشار خون جستجو میکنم. آقا نعیم در حالی که هنوز گوشی فشار سنج توی گوشش است و سر آن را روی میز چوبی آشپزخانه گذاشته میگوید فکر کنم میزتون موریانه داره. بعد هم به من اشاره میکند و میگوید من نمیدونم این فضای مزاجی چی داره که جوونا همش سرشون تو گوشیه. بابا با لبخند به من چشمکی میزند که مبادا اشتباه آقا نعیم را اصلاح کنم تا انشالله در آینده هم در جای دیگری باز هم سوتی بدهد و بقیه بخندند. سوای اختلاف نظر قدیمی ها درباره مسائل مختلف، تنها زمانی که آنها با همه اختلافاتشان روی یک موضوع با هم اتفاق نظر دارند، موقع زیراب زدن عادتهای نسل جوان است. برای همین تا بحث گوشی و سایر عیب‌های جوانها مطرح می شود، همه شروع میکنن به تخریب کردن من. حتی بابا بزرگ هم که روی تخت دراز کشیده و میخواهد به طور عملی بداند آیا فشار دست راست با فشار دست چپ فرق دارد یا نه، چون حس میکند موضوع مورد علاقهش مطرح شده، به زحمت از جای خودش بلند میشود و او هم چند مورد راجع به اعتیاد جوانها به فضای مزاجی اضافه میکند. وقتی میبینم حجم تخریب ها زیاد شده، با خودم فکر میکنم اگر از خودم دفاع نکنم انگار بعدها از پایان نامه هم نمیتوانم دفاع کنم. برای همین به الکی میگویم داشتم راجع به فشار خون سرچ میکردم. آقا نعیم که انگار فهمیده الکی گفتم فوراً میگوید اگه راست میگی همین الان بگو راجع به فشار خون چی داشتی میخوندی؟ فکر نکن، زود بگو. خوشبختانه کسی از آقا نعیم دفاع نمیکند، هرچند که حق با او بود. مثل زمان بچگی که اگر کار بدی میکردم بابا هم به شکل غیر مستقیم سعی میکرد رفتارم رو اصلاح کند و میگفت این که کار تو نبود، کار حامد بده بود. الان هم میگوید این چیزایی که ما راجع به جوونا میگیم راجع به تو نیست. تو که ماشاءالله به درسات میرسی. منظورمون اونایی که حتی یه دونه نون نمیرن بخرن. وگرنه تو که ماشاءالله هر روز تو صف نونوایی.
آقا نعیم که کمی از جمع جدا شده و هنوز گوشی دستگاه فشار سنج توی گوشش است و سرش توی گوشیش، میخواهد در تایید حرف بابا چیزی بگوید، اما یک دفعه از گوشیش صداهای فوق منشوری در میآید. معلوم میشود تصور میکرده به جای گوشی فشار سنج هدست توی گوشش است. حالا وقتش رسیده که من انتقام بگیرم و سر به سر نسل قدیم بگذارم، اما آقا نعیم بدون اینکه خودش را ببازد بلافاصله میگوید حامد، این چی بود برام فرستادی؟ اسلیپینگ کمدی. بابا اصرار دارد که من هم همراه آنها بروم شمال. هرچه میگویم در این شرایط حساس کنونی به شدت مشغول کار روی پایان نامه‌ام هستم به خرجش نمی رود و از آن جمله هایی میگوید که ته آن جبر و اختیارش مشخص نیست. یا همه با هم میریم شمال یا تو هم با ما میای. آخر سر خودم هم متقاعد میشوم که بروم، چون مامان میگوید در اصل برای این میریم که روحیه بابا بزرگ عوض شه. بابا در حال رانندگی نصف حواسش به ماشین پشتی است. خاله، شوهر خالم، آقا نعیم و دایی و زندایی توی آن ماشین هستند و بابا بزرگ هم توی ماشین ما. بابا و آقا نعیم به اندازه یک آیین‌نامه رانندگی علائم خاص خودشان را دارند. مثلا وقتی داریم به رستوران نزدیک میشویم 2 چراغ و 1 بوق یعنی همینجا غذا بخوریم و 1 بوق در جواب یعنی باشه، اما 2 بوق ماشین جلویی یعنی بریم جای دیگه. یا مثلا اگر به کمپی برسیم چند بوق پشت سر هم یعنی که نگه داریم بریم دستشویی و فاصله بین بوق ها نشان دهنده عجله داشتن سرنشین هاست. بوق ممتد بلند جواب یعنی اینکه اتفاقا درد مشترکیم. الان به خاطر بوق ممتد نگه داشته ایم. طبق معمول سفرهای مشترکمان کوچکترین خرجها هم حساب می شود. بابا که از سرویس بیرون می آید به مردی که متصدی سرویس است و پول می خواهد می گوید مال او اصلا در حد حساب کردن نبوده و فقط دستایش را شسته، اما مرد متصدی قبول نمی کند. آقا نعیم برای اینکه دعوا نشود پول سرویس خودش و بابا را حساب می کند. بابا هم برای اینکه نشان دهد پول برایش مهم نیست به مرد دیگری که اسپندود می کند چند برابر حق سرویس پول می دهد تا اسپند را دور هر 2 ماشین بگرداند. آقا نعیم از جیب کتش دفترچه‌اش را در می آورد تا ظاهرا پولی را که بابت حق سرویس داده در حساب دونگ‌ها یادداشت کند. بابا هم با صدای آهسته به من می گوید دونگ بوق نعیمم ما باید بدیم. بعد خودش آرام کاغذ یادداشت دونگ‌ها را در می آورد و با فرکانسی خاص طوری که من و خودش بشنویم اما بقیه نشنوند میگوید پس اینم از پول اسپند. دوباره راه میافتیم. مامان به بابا میگوید یه آهنگ خوب بذار. بابا هر آهنگی میگذارد مورد رضایت مامان نیست. آخر سر ضبط را خاموش میکند و خودش میخواند. حالا مامان به همان آهنگهای قبلی رضایت داده. چند دقیقه بعد که به یکی از شهرهای توی مسیر میرسیم آقا نعیم زنگ میزند و میگوید از داخل شهر بریم یا کمربندی؟ بابا میگوید کمربندی. آقا نعیم هم طبق معمول همه نظر خواستنهایش از مسیر داخل شهر می رود. حالا بابا برای اینکه ثابت کند نظر او درست‌تر بوده چنان دارد میگوید که فکر کنم ما زودتر برسیم، ولی حداقل با 3 کشته. مطمئنم آن طرف هم آقا نعیم دارد با تمام قوا عین برنامه تخت گاز میتازد تا از ما جلو بزند. البته بابا تمام حواسش هست که جریمه نشویم یا اگر شدیم لااقل آقا نعیم نفهمد. پارسال زمستان که با هم سفر میرفتیم پلیس جلویمان را گرفت. آقا نعیم که پشت سر ما نگه داشته بود هر جور میخواست جلوی لبخند رضایت آمیزش را پنهان کند نمیتوانست. بابا از تمام راههای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب استفاده کرد، اما نظر مأمور عوض نشد. موقع تحویل گرفتن برگ جریمه به مأمور گفت بین خودمون باشه، اون آقا پژویی پشت سرم که داره یواشکی به من میخنده زنجیر چرخ نداره.